شما باید برلین رو ترک کنید. روسا تقریبا همه جا رو گرفتن. دخترم نمیتونم از اینجا برم. اینجوری مثل کشیشی میشم که خارج از کلیسا و در جای نامناسب عبادت میکنه. یا باید مشکل رو همینجا تو خود برلین حل کنم یا اینکه بمیرم. نظرتون چی؟ آخر نمایش که پرده ها کنار میره، شما باید روی صحنه بدرخشید. شما را افتخاره. ای کاش یه رول بگه منم مثل تو شجاع. ولی کل اروپا را خودم فهم کردم. امپراتوری آلمان را ساختم. مردم باید تو خون خودشون غرق بزنن و نابود بشن. فردا نمیگم حالا پر از مردم منو بخیر. چه بهتر الان بمیرم و نشنم.